سلام، خیلی مخلصم. من احمد اسماعیلی هستم. یادم چند سال پیش، حدود تقریبا 2 سال پیش که قول داده بودم یه دوره طراحی وب بذارم و با هم دیگه پیش ببریمش. الان تصمیم گرفتم که انجامش بدم و این دوره رو من سعی میکنم هفتگی حداقل یک قسمت الی 2 قسمت رو داخل کانال یوتیوبمون منتشر کنم. چقدرم داغونه ظاهرا عذرخواهی میکنم. سعی میکنم در هفته حدود 1 تا 2 قسمتش رو داخل کانال یوتیوب منتشر کنم. آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی، خیلی هم راحت، خیلی هم شیرین، کلی هم شاید بخندیم، شاید که نه قطعا کلی میخندیم، کلی لذت میبریم و با حال ادامه میدیم دوره رو. با من همراه باشیم. من یه سری پیش نیازها رو دانلود میکنم و بعدش دوره رو شروع میکنیم ضبط کردن و با هم دیگه پیش میبریم. دوره رو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. توی اشتراک گذاری ویدیوها خسیس نباشید. خیلی خوبه که همه یاد بگیرن این موضوع رو و بشه یه قدم حداقل به آموزش کشور کمک کرد. خیلی مخلصم. داریم برای ادامه. بچه‌ها، قسمت اول کار میریم سراغ پیش نیازها و نصب ابزارهایی که نیاز داریم. خب بریم داخل سیستم بهتون بگم. اول مرورگر رو باز میکنیم. خب وردپرس رو دانلود میکنیم. وردپرس چیه؟ وردپرس یه سیستم تولید محتواست که بهش میگه تولید محتوا، یعنی به این اسم معروفه، که کارش راه اندازی سایت به صورت آسون و سریع و میشه خیلی راحت و آسون، شاید در عرض مثلا 2-3 روز یه سایت خیلی خفن و جامع رو بالا آورد. ما تا حد ممکن این ابزار رو حالا تا جایی که یه سری نیازا باشه من میرم جلو توضیح میدم. هر جاشم که ریزکاری داشته باشه یا نیاز به آموزش خیلی خاصی داشته باشه رو کامنت کنید برام این زیر. حالا چه داخل اینستا باشه چه داخل یوتیوب باشه، من در مورد اونم یه ویدیو ضبط میکنم و براتون میذارم. و یه سری چیزهای دیگه هم هست که نیاز به تلاش خودتون داره، نیاز داره که جستجو کنید در موردش، تحقیق بکنید، گوگل کنید، از هوش مصنوعی کمک بگیرید که بتونید خیلی پیشرفت کنید. ببینید درآمد خیلی خوبی داره، یعنی این به این آسونی که من الانم رایگان دارم در اختیار شما میذارم آموزششو، درآمد خیلی خفنی داره و میتونید اگر زرنگ باشید تو بازار ایران خیلی راحت ازش درآمد کسب کنید. زیاد حرفی نکنم، بریم سراغ ادامه آموزش. کم کم حالا توضیحات رو میدم. خب من نوشتم وردپرس، ولی این وردپرس انگلیسیه، فارسی می نویسم وردپرس. فارسی می نویسم که بتونم وردپرس فارسی رو دانلود کنم. اینجور واسه جفتم اون راحت تره. خب بعدش میام داخل سایت صاف 98 یا حالا هر سایت دانلود دیگه که شما سراغ دارید و زمپ رو دانلود میکنم. زمپ چیه؟ زمپ این قابلیت رو به شما میده که شما یه سرور شخصی و خصوصی رو راه اندازی کنید روی سیستم خودتون. دیگه داخل کل دنیا به اون سیستم دسترسی ندارید، به این سایت دسترسی ندارید. فقط صرفا یه فضای لوکاله که به شما دسترسی میده که شما سایتتو بیاری بالا، یا مثلا برنامه نویسی PHP انجام میدی، برنامه نویسی جاوا اسکریپت انجام میدی، بتونی به صورت لوکال و محلی اجراش بکنی و دیگه نیاز نباشه که شما سرور بگیری واسه بخش توسعه سایت تو این چیزا.
من این کاری که انجام میدم و شما میتونید مثلا میگم یه هاست بگیرید رو هاست انجامش بدید، ولی اکثر توسعه دهنده ها به خاطر اینکه زیاد هزینه نشه واسه شون که مثلا شاید این پروژه که داره انجام میده مثلا 1 ماه زمان ببره، زیاد نخواد این مدت رو درگیر چیز باشه، درگیر هزینه سایت هاستینگ و این چیزا باشه، میاد اول به صورت لوکال سایتش رو توسعه میده یا پروژه مورد نظرش رو توسعه میده روی این نرم افزار و بعدش میاد و به صورت حالا هاستینگ میبرش توی فضای اینترنت میذارش که دیگه به صورت جهانی بهش دسترسی داشته باشه. خب من میام اینجا اینو دانلودش بکنم، نسخه 64ش، حالا آخرین ورژنش رو که پیشنهاد نمیشه، ورژن یکی مونده و آخر دانلود کنید. خب این داره دانلود میشه، بذارید دانلودش انجام بشه. دانلودش انجام میشه یه سری توضیحات هم به شما بدم. وردپرس رو من داشتم بهتون میگفتم یه سیستم تولید محتواست، میتونید راحت باهاش سایتتون رو بیارید بالا. افزونهای خیلی زیادی داره که واسه هر کاری میتونید ازش استفاده کنید. حالا چه بخواید چه میدونم سیستم چت را بندازید، چه بخواید فروشگاه را بندازید، چه سایت شخصی، واسه همه چیز افزونه داره و عملا شما مشکلی ندارید دیگه. من یه استوب بدم تا این دانلود بشه و بریم سراغ ادامه کار. بچه‌ها این چیز رو سایت وردپرس حالا اینم دانلود شد. سایت وردپرس رو که اومدیم اون دریافت وردپرس رو بالا که زدیم وارد این صفحه میشیم. خب میگه راه اندازی با یک ارائه دهنده هاستینگ که اینو اصلا کلا بیخیالش میشیم فعلا. بعدا اگر خواستید کامنت واسم بذارید، من داخل فضای اینترنت هم بهتون یاد میدم که چطوری آپلود بکنید و اصلا از فضای لوکال درش بیارید وارد فضای اینترنتش کنید، چون خودش یه سری قلقای خاص داره که میگم اگر نیاز داشتید یا دوست داشتید مثلا ادامه پیدا بکنید این دوره، توی کامنت ها درخواست بکنید، من واسهتون ادامهشو ضبط میکنم. اینجا دریافت وردپرس 6 و 5 یعنی آخرین نسخه‌شو میزنید و واسهتون دانلود میشه. خب اینم رفت واسه دانلود. فقط من ببینم این چرا با ADM دانلود نمیشه، چون داریم از چیز استفاده میکنیم احتمالا. خب میام داخل فضای خود مرورگر هستیم. چه کاریه اینا رو من ببندم. خب دوباره اینو میزنم. اون نصب میشه. کجا رفت؟ اشتباه بستم که چرا گیچه. دوباره میرم داخل سایت وردپرس، میشه fad.wordpress. اینترنت ایرانه دیگه، یه مقداری کندی خاص خودشو داره، امضای اینترنت ایرانه در واقع. بازم دانلود نشد. من خب ظاهرا کلا رسالتش اینه که دانلود نشه با ایدیم. بذارم این رو حالت عادی شو بذارم دانلود شه که زیاد هم وقت ما رو نگیره. بله نشد، ظاهرا شد. اینطوریه دیگه، بعضی وقتا چیزای کرکی این داستانا رو دارن، کار نمیدن یا بد کار میدن. این دانلود بشه بعد میریم واسه ادامه توضیحات. خب بچه ها اینم دانلود شد. بعد الان کاری که باید بکنیم اینه که اول اون زمپر رو ببینم دانلودش کردیم مثلا.
دانلود شد دیگه، نصبش نکردیم هنوز. بریم نصبش بکنیم زمپو. ما ببندیمش، میریم اینجا دانلودا و اینهاش. خب پسوردش هم میشه soft 98.ir. بازش میکنم، کپی اکسترکت دانلود. بیا خب اکسترکت شده. الان کجا باز پیداش کنیم؟ تمه هاست احتمالا ایناش شد. دوبار میزنیم روش. کرک مرک نداره، کرک و لایسنس و این چیزا نداره. یس میکنیم، میریم وارد مرحله نصبش میشیم دیگه. نصبش رو باید بلد باشین دیگه، نصب نرم افزار رو کاری نداره. کاری که الان باید بکنیم اینه که این وردپرسی که دانلودش کردیم رو که به عبارتی این میشه، کپیش میکنم. من بهت میگم الان چرا. اکتیو یوزر، اوکی، نکست. حتما تاکید میکنم توی درایو سی نصبش کنید زمپو، جای دیگه نصب نکنید چون بعدا دردسر ساز میشه. لنگویج همون انگلیش بذارید، زبان دیگه حالا اگه بلدین همون باشه. نکست و بذارید نصب بشه. نصبش بگی نکنم زیاد زمان بر باشه، نیست. خب بعد از اینکه نصبش کردیم الان خب داره نصب میشه. اینجا پوشه ضبط تشکیل داده شده. رو پوشه ضبط میزنید. الان من میگم هنوز نصبش کامل نشده، داره ابزارهای مورد نیازش رو نصب میکنه و کم کم اگه توجه کنید به این پوشه داره اضافه میشه. یه پوشه ما اینجا داریم htdocs. این پوشه روت ماست، یعنی پوشه اصلی که فایلامون داخلش، فایلایی که داخلش قرار میدیم اجرا میشن، همین پوشه htdocs. پوشه htdocs الان اگر من بزنم، حالا وایسو هنوز رانم نشده، ولی میارم این چیزا رو میندازمش اینجا، اون وردپرسی که دانلود کردم میندازم اینجا. الان بهت میگم قدم به قدم. بذارید اول دانلود بشه ترجیحاً، بعد این کاری که من گفتم رو انجام بدیم. من یه مقدار پیش جلو رفتم که هم زمان ویدیو زیاد نشه، همین که به قول رفتنی این نصب بشه، اینستال بشه. آخراش هم مثلا خب داره نصب میشه. تمام. خب اینو علاوه اکسس بدین براتون اگه اومدین. آپاچی سروره. همین دم آخر که رسید ناتی رسپانسیو داد. خب میگه استارت کنم کنترل پنل رو، میگم آره استارتش، فینیش، و اینجا واسه همون آیکونش میاد. خب بچه ها این کنترل پنل واسه ما باز شد. خب دو تا گزینه رو ما باید فعال کنیم. یکی گزینه آپاچیه و یکی گزینه MySQL. این دوتا باید فعال بشن. اگر به هر دلیل شما استارت رو زدین، این استارت نشد، حتما تو کامنت ها واسم بنویسید که استارت کردم استارت نشد، یا هر مشکل دیگه پیش اومد تو کامنت ها بنویسید. من حتما ویدیو یا رفع خطاشو واسه شما ضبط میکنم و میذارم. تو کمترین زمان ممکنم سعی میکنم اتفاق بیفته. خب بعد از اینکه این دوتا ثبت شد، یعنی استارت شد، اینجا گزینه ادمین رو من بزنم، این باز میشه. این چیه که باز شده؟ این همین محتویات پوشه htdocs اینجاست. اوکی؟ یعنی این پوشه htdocs، این فایلایی که داخلشه الان اینجا داره به من نشون داده میشه. یعنی یه نفر خود این توسعه دهنده نرم افزار اینا رو به صورت پیش‌فرض واسه ما آماده کرده اینجا گذاشته. من الان نیازشون ندارم.
چه کار میکنم؟ اینجا رو میگیرم تا اینجا، دیلیتش میکنم، کلا دیلیتش میکنم، بهش نیاز ندارم. وردپرسی که اینجا دانلود کردم و اکسترکتر میزنم که اکسترکت بشه و اینجا اومد. الان اگر من اینجا بزنم وردپرس، در واقع وارد این پوشه شدم. ببینید در واقع وارد این پوشه شدم و الان داره این اجرا میشه. تبریک میگم، شما سایت وردپرستون بالا اومد. الان باید یه سری تنظیمات خاصش رو انجام بدیم. میریم واسه پارت دوم. من پارت دوم این تنظیمات رو به شما میگم که چطور انجام میشه. زیاد نمیخوام ویدیو طولانی بشه، واسه همین توی پارت دوم بهتون میگم چه کار بکنید و که دیگه سایتتون بیاد بالا و کم کم قالب‌ها رو نصب کنید، افزونه‌ها رو نصب کنید و بریم جلو. ویدیو رو حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش خیلی مهمه. دوستتون دارم، خیلی مخلصم.